امروزه انرژی برقی که در خانه های خود در بخش های مختلف از آن استفاده می کنیم در کجا تولید می شود و چگونه به دسترس ما قرار می گیرد. پشت این واقعیت چه داستانی قرار دارد؟ منابع مختلفی در تولید انرژی سهم دارند. از جمله زغال سنگ، انرژی اتمی، گاز طبیعی، منابع قابل تجدیدپذیر، انرژی بادی، خورشیدی. بعد از اینکه انرژی در نیروگاه‌ها تولید شد، توسط خطوط انتقال از یک شهر به شهر دیگر انتقال پیدا می‌کند. و در اولین جایی که انرژی برق در آن نشست می‌کند، ساب استیشن ها میباشد. در ساب استیشن ها سطح ولتاژ کاهش یافته تا قابل استفاده را به خود بگیرد. بعداً توسط شبکه 20 کیلوولت یا خطوط انتقال در تمام نقاط شهرها توزیع می گردد تا اینکه میلیون ها انسان از آن مستفید می شود و در نتیجه برق خانه ما روشن می گردد.